أوحى به الله وحيا ففاض نور وأحيا به والأماني ظلاله تتفيا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خواهر و برادر عزیز و ارجمندم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم سپاس و شکران الله منان را که باز فرصت عنایت فرمود و با شما انشاءالله لحظاتی با هم خواهیم بود و در مورد دین ما، در مورد مسئولیت های ما و در موردی که چه قسم ما میتونیم خوشبخت و سعادتمند زندگی کنیم با بحث خود ما دوام میدیم. وقتی راستیش انسان زندگی رو میبینه، عمر خودش رو میبینه، این عمر یا این زندگی ما به یک تعمیر میمانه. هر روز هم که از سر ماه سپری میشه، از عمر ما میگذره، مثل که یک خشت از این تعمیر برداشته میشه و کنده میشه. عمر انسان هم، زندگی انسان هم همینطور است. ما از عمر ما، در عمر ما زیادی نمی کنیم، از عمر ما کم میکنیم. در حالی که به دنیا میاییم، طفل کلان میشه، جوان میشه، ما گمان میکنیم که ما عمر ما زیاد شده، در حالی که عمر ما مشخص معین است، کم شده میره. هر روزش، هر لحظهش از این عمر کوتاه شده میره. و هزار حیف و افسوس است که این عمر گاه بدون هیچ بهره و ثمره، هیچ خیر و خوشی نابود میشه. بعضا 70 سال 80 سال انسان به هدر میره. یک وقت متوجه میشه که گپ از گپ گذشته، همه عمرش در بدبختی، در شقاوت، در عصیان، در گمراهی سپری شده. نه به خودش خیر رسانده و نه به دیگران. عمر سپری شده رفته. اما طبعا انسان های هوشیار و کسایی که آگاه هستند از این طول عمر، از این کوتاهی عمر و چطور این به سرعت دیر میشه، اینا کوشش کردن که هیچ لحظه از این عمرشان به هدر نروه، از دستشان نروه بیهوده. با خودم رسیدن، به دیگرها هم خدمت کردن، سراسر زندگیشان در محبت و عطوفت و خدمت و ایثار بوده. نام نیک از خود گذاشتن. دوریشان فوراً حس میشه، ولو از خانه باشه، یک لحظه بیرون برن یا در سر کارشان برن یا یک سفر برن، و ماحول احساس میکنه که یک کسی نیست. و بودنشان هم
یک آرامش است، یک سکون است. قلبها مطمئن است که شخصیت خیررسان، نصیحتگر، خیرخواهشان همراهشان هست، مواظبشان هست، نصیحتشان میکنه. بیاین عزیزای ما همه یک زندگی رو شروع کنیم که سرشار از مهر و محبت و عطوفت باشه. در بین خانواده های ما صمیمیت باشه، گذشت باشه، یکی دیگه ما رو تحمل کرده بتانیم، با هم زندگی کنیم. در هر جای یک خلای هست، در یک شخصی، در یک خانواده مشکل هست، ولی که با حکمت، با تدبیر با رسیدگی شود به اون مشکلات. ما شخصیت هایی رو به اجتماع تقدیم بکنیم که بودن از اونا در اجتماع یک تکیهگاه باشه برای مردم، یک مرجع باشه که اونا بیاین مشکلات خود به اونا بگوین، مشکلشان اونا برشان مشوره های نیک بده حل کنن. شما چطور میتونیم ما به مثل یک زندگی نائل شویم؟ ما در برنامه های ما از ابتدا گفته آمدیم که ما میخوایم یک خانواده خوشبخت داشته باشیم. راه های خوشبختی را جستجو کرده آمدیم. به یک جایی رسیدیم که کلید تمام خوشبختی ها را یافتیم. او کلید تنها کلیدم نبوده، شاه کلید ها بوده. به حساب اروپاییش ماستر کی بوده و او نماز بوده. نماز بوده که تمام مشکلات، تمام ناآرامی ها را علاج میکرده. ما یک کتاب در اختیار داریم، الله منان، یک زندگی نامه انسانه. در چند صفحه وقتی را اگر شرح کنین و به داخلش برین، به کتاب ها و به کتاب خانه ها تبدیل میشه. با تمام جزئیات یک زندگی با سعادت شما آشنا میشید. یک گنجینه از سعادت و خوشبختی هست. ورق بزنیم ببینیم همه چیز در اختیار ما هست. ما چند برنامه هست که در رابطه به نماز با شما عزیزایم صحبت میکنم. یکی درست شد سوره مائده را میدیدم، جای در آیت 12 سوره مائده آیت به چشم خورد. سبحان الله. شاید شما زیاد مطالعه کردین، از نظر شما وقتی تلاوت میکنین میگذره آیت ها، ولی چون من در این مطلب مشخصی با شما صحبت میکردم در چند هفته که نماز بود، در اینجا یک جمله بسیار اگه بگویم تکانم داد، مبالغه نمی کنم. الله منان در این کتاب مبارکش بعد اعوذ بالله می فرماید که ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم 12 نقیبا، که بعد از این میایه و قال الله انی معکم. سبحان الله. بعد از اینکه برای بنی اسرائیل 12 رهبر یا 12 نقیب برگزید الله که شما با همینا سر و کارتان باشه، با همینا نشست و برخاستان باشه، اینا شما را رهبری و راهنمایی میکنن از نوه‌های یعقوب علیه السلام. بعد الله منان میگه که ما با شما هستم. تکان میده انسانه که الله بر بنده هایش میگه ما همراه شما هستم. سبحان الله. ولیکن و دنبال از این وعده مبارکش یک چند تا شرط میگذاره. خداوند بسیار کارهای خداوند، بسیار وعده هایی که خدا بر انسان میده، یک شرط میگذاره که اگر تو این کار کردی من هم با وعده خودم وفا میکنم، شما را جنت میبرم به شرطی که شما این کار بکنید، من شما را به سعادتتان میرسانم به شرطی که شما این کار بکنید. حال در اینجا الله همو بودنش با انسان، من با شما هستم میگه. چی از دنبال آیت مبارک؟
لئن اقمتم الصلاه، سبحان الله، اگر شما نماز را برپا کنید، اگر نماز خواندید، همون نماز را که ما شما آمده گفته رایستیم که حق نماز ما باید ادا کنیم، همون نماز را که رسول خدا صلی الله علیه و سلم ما را سفارش کردن که ای امت من نماز زیبا بخوانید، نماز بسیار مقبول و قشنگ بخوانید، نماز بخوانید که الله او را بپذیره. همه تو یک نماز الله سفارش میکنه که اگر شرط میگذاره لئن اقمتم الصلاه، اگر شما نماز بخوانید، نماز برپا کنین، ما با شما هستم. شما رو به خدا اگر الله با انسان باشه، با او کسی که الله باشه، یعنی الله با شما کمک میکنم، میگم به شما یاری میرسانم. بودن الله با انسان معنایش همین است که شما را کسی دیگه اذیت کردن نمیتونه، شما را کسی به مقابلتان چیزی گفتن نمیتونه اگر من با شما باشم. آن دلیل الله وعده میکنه من با شما هستم. با شما هستم اگر نماز را برپا کنید، یعنی کسی بر علیه تو نخواد شورید. اگر بر علیه تو هم حرکت بکنه چیزی از دستش نمیاد، مثل گرد و غبار خواد بود. سبحان الله. کسی که الله همراهش باشه راه را گم نمی کنه، گمراه نمیشه، منحرف نمیشه. ما وقتی از عبادت الله صحبت میکنیم، از بندگی با الله صحبت میکنیم، میخوایم ما با الله با ما باشه، الله به نظر رحمت با ما سیل کنه، الله ما را دوست بگیره. کسی که الله با او باشه او پریشان نمیشه، سرگردان نمیشه، بدبخت نمیشه اگر الله با او باشه. الله ذاتی هست که اگر با انسان باشه انسان آرامش پیدا میکنه، مطمئن میشه، زندگیش ضمانت کرده میشه، در پناه او الله قرار میگیره و خوشبخت و سعادتمند میشه اگر الله با او باشه. مقام بالاتر از این که الله با انسان باشه نیست. میگیم که به الله تقرب بجوین، به الله نزدیک شوین. از چه طریق؟ از همین طریقی که خداوند خودش برای ما سفارش میکنه، طریق بندگی. و بهترین طریق بندگی هم همین نماز بوده، همون نمازی که حقش ادا میشه. مقام بالاتر از این دیگه برای انسان نیست. دیگه وقتی شما الله با شما باشه دیگه چیزی نمیگه، دیگه نمیخواین چیزی، او هست کافی است همون الله. آله چند تا شرط دیگه هم در روی آیت مبارکه هست. خب مورد بحث با شما همون نماز بود. و قال الله انی معکم لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة و آمنتم برسلی و عزرتموهم و اقرضتم الله قرضا حسنا. شما زکات بتین، شما به تمام پیامبرهای من ایمان بیارین و کارهای خیر بکنین، خیرتون برسه برای مردم، انفاق کنین. بغیر از اینکه شما زکات میتین دیگه هم احسان و نیکی های هست که خداوند میگه به من قرض بتین. سبحان الله. شما ببینید در کشورها بعضی بانک ها هستن پول ها را امانت میگیرن یا پول هایش مردم به او بانک ها میسپارن و میپالن کدام بانک امانت دار خوب است، از کدام بانک مطمئن باشن که در اوج پولشان هدر نرود، ضایع نشود، همو را میپالن. در اروپا هم دام هایی به این شکل گذاشته بودن، فلان بانک در کشوری مثلا در سوئیس بانکی هست که هیچ کسی هیچ قدرت نداره که از او خبر شود که کی در اوج چند داره. ولیکن در همو بانک ها هم در همو کشور هم پول هایی را که مسلمان ها
بانک ساخته بودن، در اوجه جمع میکردن. چند بیچاره مسلمانی کارگر یک چند قران داشتن، در اوجه گذاشته بودن که او صاحب بانک او را در کار منداخت، به شکل مضاربت بر از اونا مفادش تقسیم میکرد. او را به نام تاپه زدن و این پولها برای تروریست ها هست و تمام بانک در جیب قلدرها و زورگوی ها رفت. هیچ جای اما امنیت خود نگاه کرده نتانستن الا الله. الله میگه به من قرض بده. سبحان الله. از الله کرده دیگر امین کسی هست. شما اگر خیر میکنین بر دیگرها احسان میکنین، مثل الله میگه به من قرض بده. زکات خود مجبور هستی بدی. مشخص کرده الله که نزدیک چند فیصد تو چند درصد از این باید تو برای غریب و بیچاره و مستحقش بدی. اما دیگه چیزها خدا دادم داره. او چیزها از پول نقدتان تا رویتان تا اخلاقتان تا تبسم شما تا دست گرفتن یک انسان، اینا همه گیش از در نیکی ها و در حسنات است. اینا را الله به خودش قرض میخواه. اینا به شما قرض مانی و قرض شما مضاربت داره، چند ضریب داره. در جایی برای شما او قرضدان واپس میده الله که محتاجش باشین شما. و دیگه چی کار میکنه الله؟ وقتی که الله با انسان باشه دیگه از خطاها و اشتباهات شما ما چشم پوشی میکنیم و برای شما جنت را آماده کردیم. لأکفرن عنکم سیئاتکم و لأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار. جنت های زیبا، باغ های نازنین، قصر ها را در اختیارتان گذاشتیم، شما را در اونجا میبرم اگر الله با ما باشه. در آخر تهدید میکنه الله. دعا میکنیم خدای از او بنده ها نباشیم که ما را الله تهدید میکنه. و من کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل. اگر پس شما دی وعده هایتان وفا نکردین، نماز ضایع کردین، شرایطی که برای شما گذاشته بودم خیرتان برای کسی نرسید، بس شما منحرف شدین، گمراه شدین، رفتین بدبخت، تباه شدین. سبحان الله. این آیت مبارکه ما حاصل میکنیم که پروردگار عزیز همو شاه کلید که نماز هست. با نماز تو میتونی با الله نزدیک شوی، با الله با تو باشه. از تمام عبادت های الهی مقصد همین است که شما را الله به خودش نزدیک میکنه، تقرب الهی پیدا میشه. و نقطه آخرین شما است که انسان به الله نزدیک شود از عبادت ها. عبادتی که مقبول شد و نزد الله پذیرفته شد، شما مقامتان مقام تقرب الهی است و معراجش انسان میرسه. همون نمازی را که ما گفته آمدیم که تمام اصول ارکانش بجا شود، رعایت شود. این نماز چی بود؟ پیوند انسان با الله بود. همین نماز همین پیوند فراهم بسازه. وقتی الله اکبر گفتیم داخل نماز رفتیم با الله ملاقات آغاز میکنیم. باشیم در ملاقات ما، نریم بیرون. شیطان دیگه وسوسه کرده ندانه ما را اگر ما در نماز ما بودیم. و همین نماز همون نماز باشه که ما را از تمام زشتی ها، پلیدی ها، گناه ها دور ما کنه. وقتی که ما به حضور الله استاد میشیم، ما گفته آمدیم میگه باره که ما بارهای گناهی که سر شانه ما بوده اونا را بگذاریم، با توبه و انابت به حضور الله مشرف شویم. نبیم دست ما در خون یکی آغشته نباشد، دست ما در یک حرام نخورده باشد، زبان ما غیبت کسی را نکرده باشد، ما حلال و حرام فرق کرده باشیم، ما از حرام دوری جسته باشیم. بازو وقت بیم به حضور الله مثل که ما خود ما را آماده
ملاقات به این ذاته که تمام خیر ما به دست از او هست، مرگ ما، زندگی ما، ذلت و عزت ما به دست از او هست. به حضور از او عالم میایم، مشرف میشم، به بارگاهش داخل میشم، سر بندگی پایان میکنم، با او صحبت میکنم و من او حالت نداشته باشم که الله با نظر رحمتش طرف ما سیل نکنه. نگویا که لباست حرام، خوراکت حرام، چی آمدی به حضور من؟ دور برو. پیش از این که ما با نماز داخل میشیم توبه کنیم، استغفار کرده بیاییم به حضور خدا. چرا ما اون نظافت و پاکی خو از شرایط نماز بود. نه تنها دست ما را شستیم با آب، این خود شکل ظاهر از این پاک کرد. آیا با این دست ما با کدام ناروا و گناه دست زدیم آلوده شده که ما از اونا دست بردار شیم، توبه کنیم که خدایا این زبان من این ششتو میره، روی من ششتم، مسح کردم سر من، پایای من ششتم که دیگه من به طرف گناه نمیرم یا الله. تنها او عرق پای من را گم نکردم، تنها او نبود مقصدم او پایهای نازنین که من را خداوند به طرف مسجد رفتن و به طرف کار خیر بر من او را امانت داده و از ما پرسان میکنه که فردا روز قیامت همون پای ما شاهدی میده که خدایا همین انسان مرا به طرف گناه میبرد. همین زبان شاهدی میده که خدایا با ما این تکلم گناه کرد. و این خاطر ما از همه پلیدی ها گناه ها این بار گناه در کنار گذاشتیم، آمدیم به حضور الله، پاکیزه تسلیم میشیم به حضور الله. الله اکبر. وقتی که ما امی شرط اولی را که خدای عزیز میگه که ما با شما هستم، اینی معکم لئن اقمتم الصلاه، اگر ما اینمی نماز ما را درست برپا کردیم، او زکات دادن و او پیامبرا ایمان آوردن و به راه پیامبرا رفتن و زندگی اسلامی را در عمل ما پیاده کردن برای ما آسان میشه. همین نماز است که همون چیزها را برای ما، سهولت ها را برای ما فراهم میکنه اگر نماز صحیح بخوانیم. دیگه شرایطی که الله شرط گذاشت که ما با شما وقتی هستم که شما زکاتم بتین، با پیامبرا ایمان بیارین و من قرض حسنه بتین، اینا را همین نماز اگر صحیح خواندیم او شرایط خود به خود تحقق میپذیره. لکن اگر بر عهد ما وفا نکردیم، الله هم که مجبور نیست، الله بی نیاز است از ما، الله غنی هست، ما محتاج هستیم، ما نیازمند هستیم به الله. الله از ما اگر روی بگردانه ما تباه هستیم. اگر ما از الله روی گرداندیم میگه او کار و قدر مشکل نیست، ما فوری توبه کنیم بیاییم. الله فوری ما را نمیرانه. اگر الله فوری انسان به گناهش میگرفت، امروز پوتین میگرفت، امروز آخوندها را میگرفت، امروز مرکز رهبریتی که به نام دین مردم سحر کردن، در چنگال ستم و ظلمشان گرفتن، هر روز سر میبرند. اگر خداوند عزوجل در عقاب مردم، در عذاب مردم عجله میکرد، اینا رو وقت به زبالدان تاریخ میفرستاد، به جزای فرعون و نمرود اینا رو دوچار میکرد. مهلت میده الله. پس ما وفا کنیم به عهد ما. الله راه را نشان داده. یکی از دعاهایی که ما میکنیم که خدایا بعد از اینکه راه نشان دادی گمراه نشو. میریم به یک میان برنامه عزیزای من، بعد برمیگردیم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني حسن ظني العفو منك إلهي والذنب جاء مني العفو منك إلهي والذنب جاء مني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني حسن ظني أعني ارحمني واعفو عني أنت يا معين أعني علما زدني العفو منك إلهي والذنب جاء مني العفو منك إلهي والذنب جاء مني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني حسن ظني حسن ظني ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء يا ربي ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء يا ربي فإذا رادت يدي من ذا يجيب دعايا فإذا رادت يدي من ذا يجيب دعايا أنت مولاي ارحمني واعفو عني أنت يا معين أعني ارحمني واعفو عني أنت يا معين أعني علما زدني علما زدني العفو منك إلهي والذنب جاء مني العفو منك إلهي والذنب جاء مني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني حسن ظني حسن ظني حسن ظني حسن ظني حسن ظني أوحى به الله وحيا ففاض نور وأحيا به بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد به شما عزیزا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما با مقدمه‌ای که پیشتر شما عزیزها شنیدین میریم به دنبال مطالبی که در برنامه‌های قبل گفته آمدیم. نماز بود، حرف نماز است، نمازی که حقش ادا شود. همون تو یک نماز است سرش صحبت میکنیم. دعا بکنیم که یا رب، یا لطیف، یا کریم، یا حی و یا قیوم، الهی اون نمازهایی که ما خواندیم ولو حقش بجا نشده باشه، پروردگارا با نماز که حقش ادا کردن بنده های مخلص و محبوب تو، خدایا اون نمازهای ما را در جمله نمازهای مقبول قرار بده. حالا ما کوشش میکنیم پروردگارا تو ما را توفیق بده که نماز ما را حقش ادا کنیم. نماز بخوانیم که تو او را قبول کنی یا رب. نماز بخوانیم که خدایا مشکلات ما را آسان کنه. نماز را بخوانیم که ما را استقامت ببخشه، پایداری ببخشه در برابر تمام مصیبت هایی که شامل حال ما میشه. پروردگارا چنان نماز بخوانیم که مجاهد یک سنگر را محافظت میکنه و ما در سنگر باشیم. خدایا او سنگری را که شیطان فتح کرده نتونه، او سنگرهایی را که دشمنان دین، دشمنان تو پروردگارا فتح کرده نتونه، ما را سنگرداران او سنگرها بگردان که نماز سپرش باشه. نماز یک مراسم با شکوه، با عظمتی هست که ملاقات انسان با پروردگارش فراهم میکنه. این یک تمثیل از صحبت انسان با خالقش هست. خدایا ما را لایق امی عبادت بگردان، ما را در همو حالت بندگی قرار بده یا رب که در ملاقاتی که با تو داریم تو را مهربانی های تا، شفقت تا، رحمت تا جلب کرده بتونیم. الهی نماز ما را وسیله نجات کل امت بگردان یا رب. ما آمادگی خود میگیریم که اون نمازی که مورد پسند تو هست ادا شود. ما به نماز ما خدایا وقت میگذاریم. ما تو علپته نمیم که مثل یک مأموری که حاضری کارش امضا میکنه و میره، او رقم نماز نمیخوانیم یا رب. ما میخوایم در اون نماز تمام سلول بدن ما فرمان برداری بر تو اعلان بکنه. قلب ما با تو باشه یا رب، مغز ما، فکر ما. او نماز باشه که بعد از نماز ما در مسیر خدمت به دین خود ما استوار و مقاوم باشیم. ما پروردگارا نظافت بجا میکنیم، آرایش میکنیم، خود ما را زیبا میسازیم به حضور تو وقتی میاییم. نیت ما را خالصانه میکنیم پروردگار. و تمام حرکات و جملات را که ما در نماز ما میگیم، کلمات را که ادا میکنیم یا الله، اونا را از صمیم قلب ما براتون نثار میکنیم. حق او حرکات و حق او جملات میخوایم ادا شود یا رب. و نماز ما پر مفهوم و پر محتوا باشه یا الله. ما از پیش از نماز کارهایی را که برای آمادگی نماز بود گفتیم. از الله اکبر که دستهای تسلیمی به الله بلند کردیم، آمدیم تا به قیام و قرائت و رکوع و سجده و به قعده آمدیم. به نماز تقریبا در مرحله آخرش رسیدیم. در قعده نشستیم، خیلی عاجزانه متواضع دستهای خود ما را در سر زانوهای ما گذاشتیم، سر ما را با گریبان ما گذاشتیم. همه حالت عاجزی بندگی خود الله براتون نمایش دادیم. حالا جملات را به الله نثار میکنیم. التحیات لله والصلوات والطیبات.
در روایت میخوانیم که پروردگار عزیز وقت نماز برای امت رسول الله، بر بنده های مؤمن خودش هدیه کرد، سفیر خودش به آسمان ها خواست. رسول الله در شب معراج این هدیه الهی را با خودشان برای ما و شما آوردن. یک تحفه بود از طرف الله. تمام عبادت ها را الله به زمین با جبرائیل فرستاد علیه السلام. اما نماز مثل که بگیم شخصا نامه خاصی بود. در کشورها همین رواج است وقتی یک رهبر دولت، یک رئیس دولت میخواد یک پیام خاصی برای دولت در مورد نظرش بفرسته، سفیر از او را میخواد و اون نامه را و دست از او شخصا میده که ایره به رهبرتان، به رئیس دولتتان از طرف من میبرید. الله منان پیامبر عزیزش محبوبش بالا خواست و این نمازه برای ما و شما الله خاص روان کرد. به او خاطر این نماز خیلی ارزشمند است. بدون نماز مؤمن نیست. مسلمان بدون نماز مسلمان نیست. روح ما و شما، جان ما و شما نماز است. رسول الله به نور چشمش تشبیه میکنه نماز. و وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم به او مکان و مقامی که نائل شد رفت که جبرائیل علیه السلام دیگه اجازه نداشت بالا بره. بالاتر از او دیگه نتانست جبرائیل بره. پیامبر رفت، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. حالا او تمنیاتش و کلمات نازنین به الله نثار میکنه: التحیات لله و الصلوات و الطیبات. همه خوبی ها، همه تمنیات نیک ما یا الله، ستایش ها، تجلیل ها، تزکیه ها، همه خدا راست و تو نثار میکنم یا الله. تو ذات با عظمت و بزرگی هستی که مرا لایق دیدی به حضورت خواستی. الله منان از وجه برش خطاب میکنه: السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت من، برکات من نثارت شود یا نبی من. الله نام رسول الله را نمیگیره، مثل که سفیرش خطاب کنه: سفیر من، نبی من، سلام من، رحمت من، برکات من بر تو. شما یک کسی که صاحب مقام و منزلت هست نامش صدا نمی کنید. شما یک رئیس جمهور، یک والی شهر، یک وزیر نامش نمیگیرین. اگه خواستین به او احترام کنین مقامش وزیر صاحب، رئیس دولت صاحب، والی صاحب میگه، نمیگن آقای غنی. خدای عزوجل عزت میبخشه برای پیامبرش، احترامش میکنه، اکرامش میکنه. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. در اینجا این نبی عزیز صلوات الله علیه در یک مقام هست که الله تنها خودش خطاب کرد: السلام علیک بر تو. و پیامبری که به خاطر ما و شما، به خاطر که شفاعت ما و شما را کرده باشد، چقدر عذر و زاری کرد به حضور الله که یا رب شفاعت امت ما به ما بده. گریه ها کرد. در اطر یک مقام رسته پیامبر عزیز در اوجه تنها برای خودش نمیخواه، میگه: السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. یا رب تنها بر منی، برای ما، برای کل امتش میخواه و بازم برای او بنده هایی که مخلص خالص هستند.
السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. بنده های صالح هم خدایا شامل این رحمت و برکات و سلامتی تو باشه. در روایت میگه که جبرائیل علیه السلام این گفتگو را میشنوه. یک بار از صدا میکنه اشهد ان لا اله الا الله. به یگانگی الله شهادت میده و پیامبر عزیز ما را یاد میکنه اشهد ان محمدا عبده و رسوله. یا رب ما شاهدی میتونم که نازنین بنده تو هست و رسول تو هست. ملائکه که اعتراض کرده بود که شما یا الله کسر به زمین روان میکنی که اون در اونجا بیداد کنه، ظلم کنه، ستم کنه، خون بریزه، جبرائیل علیه السلام شاهدی میده که چی نازنین انسان تو خلق کرده یا الله، این اولاد همون آدم است. یکی از بنده های تو هست که به این مقام بزرگ و عظیم رسیده و در اینجا تمام بنده ها یا تمام کسایی را مخاطب قرار میده که این سلامتی و رحمت و برکاتی تو نصیب کل ما ایت یک پیامبر عزیز داریم. بویم که رضیت بالله رب، هم اللهی که ما را همینطور نمازش میکنه، با این نماز ما را میخواه که عزیز بسازه، ما را از این بدبختی ها بکشانه و طرف خیر و سعادت ما ببره با همین نماز. اما الله ما راضی هستیم یا رب که پروردگار داریم که الله هست، تو هستی و به محمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا و افتخار میکنیم که ما پیامبری داریم محمد صلی الله علیه و سلم. افتخار کنیم، با جان و مال ما ازش دفاع کنیم، پدر و مادر ما فدایش باشه. صحابه ما قدر دوست داشتن وقتی که به مقابل شر میدن گفتن یا رسول الله پدر و مادرم فدایت شود. او رسول الله این نماز برای ما و شما هدیه آورد. چقدر قدر کنیم این نمازه، چقدر دوست داشته باشیم این نمازه. این نماز حقش بتیم یا نتیم. حالا ما چی کار میکنیم در همین نمازی که دو زانو ششتیم، دستک های ما سر زانوی ماست، چشم ما بد، یخن ما، سر ما با گریبان ما پایین است. این صحبت خدا و بنده خدا را در نماز ما میخوانیم، یاد میکنیم. همون لحظات شما به یادتان بیارین دیگه. وقتی که التحیات میخوانین دیگه سو نروین، خودتان قرار بتین در اون مقامی که با الله گپ میزنید و الله با شما حرف میزنه. وقتی قال تو با زبان خودت میگه التحیات لله و الصلوات و الطیبات، تو چی انتظار داری از الله؟ اونمو السلام علیکه برای تو سلامتی روان میکنه الله علیه، رحماتش و برکاتش. حالا ما هم میره لازم ببینیم که خدایا این سلام و رحمت و برکات تو تنها بر منی و کلگی ما و اهل و عیال من. اول اونا رو در لیست بگیر. پدر است، مادر است، اولاد است، زن است، فرزند است. اگر خانم تو نماز میخونی، خواهرک من، امیر دعا که میکنی، امیر دعا را به کل فامیلت بخوای. شوهرت اگه آزارت میده، اگه بچه هایت نافرمان هستن، اگه خسر و خوشو تو را آزار میدن، همینجا دعا میکنی که خدایا این سلامتی، این رحمت، این برکات شامل حال کل ما. اگر این سلامتی و رحمت الهی سر هر ظالم باشه، او آدم جور میشه. هر مریض باشه او شفا پیدا میکنه. اگر الله به نظر رحمت سیل کنه طرف ما،
چه فرصت مساعد و مناسب است در این نماز که با الله حرف میزنی و از طبیب، از مشکل کشا، از همه چیزی که در اختیار از او تمنا میکنی. مقتدر، غنی. مشکل سیاسی داریم، یا الله مشکل سیاسی ما را حل کن. مشکل اقتصادی داریم، این مظالمی که در اطراف ما جریان داره، یا الله این ظالم ها رو سرنگون کو. اگه اینا هدایت نمیشن، خدایا اینا رو یک جزای بده که عبرت شوه برای آینده ها. همین نماز اینجا وقت دعا هست. وقتی شما در قعده اینطور یک منظره را مجسم میکنین پیش چشمتان، شیطان استاد شده میتونه داده به شما در سر جای نماز نیست، شما پرواز کردین. در اینطور یک حالت شما هر دعایی که از الله بکنین الله میپذیره. بعضی کسا واسطه میکنن میرن پیش یک مقام با یک بهانه یک چیزی، باز از یک کسی هم سفارش میکنن که صاحب اگه اینا رو مقرر کنی، اگه اینا رو یک نوازش بکنی، فرصت پیدا کرده که به حضور بره و از او یک سفارش کنه، یک شفاعت یک کسی رو بکنه. حالا شما چانس پیدا کردین که با خود خالق روبرو گپ میزنین. نماز وقت ما را از زشتی ها منع میکنه، از کبر و غرور ما را پایین میکنه، از پلیده ها دور ما میکنه. خب این یک مقام است. ما در این یک مرحله میریم، در این یک میدان داخل میشیم که 4 طرف ما نور باران است، رحمت باران است. حالا شما رو به خدا، این نماز چقدر گپای نازنین داره، چقدر بجا حرفا هست داری. هیچ چیز داری شما کم کاستی نمیافید در این نماز. آل وقتی این صحبت سپری میشه میگذره و شما این پیامبر عزیزی که برای ما این یک تحفه آورده، آل بر از این باید یک چیز بگوییم. به شک شاهدی داده شد که پیامبر ما و بندی الله محمد صلی الله علیه وسلم. آل دنبال التحیات که شما خلاص کردین، اللهم ربنا، ببخشید، اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. برای پیامبر و به اهل و عیالش صلوات میفرستیم. آفرین او پیامبر، درود بر او پیامبر بفرست. خدایا که ما را همینطور مورد لطف و نوازش تو قرار داد، برای ما یک زمینه رو مساعد کرد که ما با تو روبرو حرف بزنیم. همون رقم درود و صلواتی که بر ابراهیم و اهل و عیالش فرستادی خدایا. شما در او حالتی هستین از صحبت با الله به حسابی از اون مناظری که در اوجه بوده، آله از الله باز تمنا میکنین، دیگه چیزها رو برای الله سفارش میکنین که خدایا او پیامبر عزیزی که به ما اینقدر مهربانی و لطف کرد، ما هم همین شایستگی رو در خود ما داریم که از تو تمنا کنیم خدایا برای همین محمد ما صلی الله علیه وسلم، برای اهل و عیالش که همه در راه تو بودن. تا نواسه ها و کواسه های مبارک در راه تو جانهایشان قربان کردن در راه اعلای دین تو. امروز که اگه دی اونا را با خود نسبت میتن به دروغ که اونا محبان اهل بیت هستن و اهل بیت چقدر در نظر مردم خار کردن و کوشش کردن از مقام از اونا پایین کنن، اونا را به کینه توزی و به جنگ و به عداوت و به دشمنی ها متهم کردن. دروغ. حال خودشان هم میخواین که انتقام اونها را بگیرن. خدا من انتقام مظلوم ها را از اینا میگیرن. ولیکن حال ما برای ما اهل بیت پیامبر عزیز ما از خدا تمنا میکنیم که خدایا محمد و آل محمد صلی الله علیه وسلم برش درود بفرست.
رحمت بفرست. تو که ستوده و بزرگ هستی. اللهم ربنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد از اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد تا آخر اینا رو میگی. میرسیم بعد از یکی تشکری ها را کردیم، قدردانی کردیم از پیامبر عزیز ما، از اهل و عیالشان، از کسایی که از اونها پیروی کردن، همه را از الله خواستیم که برشان درود و صلوات بفرست، رحمت بفرست. آله میاییم یک گفتنی های آخر خود ما را. یک دعای معروف داریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. یا الله ما از تو خوبی های دنیا را میخواییم، خوبی های آخرت هم میخواییم. در این دو جمله بسیار بزرگ معنا داره، کفایت میکنه که تمام دعاها شامل از این شود. خوبی های کل دنیا را میخواییم یا الله. و جای داره که در همه طور یک موقع که شما دلتان آگنده از مهر و محبت الهی است، شما مستقیم ارتباط برقرار هست میاله، شیطان فاصله گرفته رفته نیست، وسوسه ها دور است. شما در همین حالت به خودتان دعا کنید، به پدر و مادر دعا کنید، به دوست و اقارب دعا کنید، برای همه امت دعا کنید، برای کل بشریت دعا کنید که خدایا تمام انسان ها را هدایت به نیکی بکن. آرزو داریم خدایا این جنت خب اینقدر بزرگ است که هر قدر انسان در او داخل شود باز هم بزرگ است، جای ما تنگ نمیشه. تمنا میکنیم خدایا کل بشریت هدایت کو و لایق جنت بزرگت بگردان. اما تو که دوزخ بزرگ است، دوزخ آخرین اسیانگرایی را که الله روان میکنه و دوزخ پرسان میکنه که بس هست. دوزخ جواب میده که دیگه نیست. دوزخ هم کافی جای هست و الله پناه میبریم خدایا ما را از آتش جهنم، از عذاب جهنم ما را محافظت کن خدایا. از اون راههایی که به طرف جهنم میره ما را دور داشته باش، اون راه ها را سر ما بسته کن خدایا. با همین نمازی که میخوانیم خدایا این نماز سپری باشه که نتونه جهنم ما را به خودش بگیره. خداوند وعده میکنه و جایهای اندام شما که در سجده در زمین میباشه اونا را آتش جهنم سوخته نمیتونه. نماز، نماز بیایید نماز حقش ادا کنیم. ببینین عمر چطور میگذره عزیزا، مثل که 2 دقیقه پیشتر با شما سلام علیکی کردم، نیم ساعت گذشت. چطور این حالت، چقدر این عمر سریع سپری میشه، خشت های از این تعمیر کنده میشه، صبح چنین وابسته میشه، ملک الموت سر ما میرسه، امانت میبره. خوشا به حال شما که با وضو سر سجاده ملک موت به سراغ ما بیاید. میریم به یک میان برنامه انشاءالله، بعد تلفن ها هم باز شود و صدای مبارک شما را بشنویم. السلام علیکم و رحمت الله.
أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهر و برادر عزیز و ارجمند، نماز تمنا میکنم که اولش خودم بتونم درست بخوانم، بعد همه ما و شما این کوشش بکنیم. الله کمک میکنه. ما یک دعا هم داریم که اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. از الله کمک میخوایم که خدایا مرا به ذکر و شکرت و به بهترین نوع عبادت کردنت کمک بکن. این از الله بخوایم. یا رب شما ذکر خدا را که خدا کمک نکنه نمیتونیم با شما اما رقمی که خدا خوش داشته باشه ما بخوایم ذکر الله بکنیم الا ای که الله کمک ما کنه. الله هر کس لایق ذکر خود نمیدانه. چقدر ما مسلمان داریم که نماز بخوانه، کسای لایق خواندن نماز میشن که در اونها یک جوهر هست، الله اونها را دوست داره، میخواد به ملاقاتش. چقدر مسلمان ها هستن مسجد نمی روند، چقدر مسلمان ها هستن که عصیان میکنن در برابر دستورات اسلام، در برابر دستورات الهی. ولیکن ما تشکری میکنیم، کمک میخوایم از الله که یا رب مرا به ذکر کردنت، به نماز خواندنت کمک بکو، مرا به شکر گفتن کمک بکو. بسیار نعمت‌های هست در اختیار مردم خدا قرار داده، شکر نمیکنند، حتی کفرانش هم میکنند. حتی این چی است که به من داده خدا؟ اعوذ بالله. او خودش که بهترایی از خودش مقایسه میکنه. یک خانه داره ولیکن قصر نیست، ولی او کسی که خیمه داره، کسی که خیمه نداره، در هوای بدون سرپناه، بدون سرپوش زندگی او را ندیده. از او خانیش که بسیار مقبول است هنوزم ناشکری میکنه، تشکر نمیکنه از الله. به این خاطر از الله بخوایم که یا رب کمکم کو به شکرت، به ذکرت، مرا کمک کو که به بهترین وجه عبادت و بندگی تو را بکنم. این از الله بخوایم. ما در دعاهای خود ما معمولا همو ربنا آتنا فی الدنیا را میخوانیم، فی الدنیا حسنه تا آخر، ولیکن دعاهای دیگه هم هست که ما میتونیم اونا را هم در آخر نماز ما بخوانیم. و آخر نماز و یا داخل نماز بهترین جای بر دعا هست عزیزای من. بعض وقتا ما شما کوشش میکنیم که نماز موجود خلاص، باز داخل دعای در آغاز میکنیم. برنامه رحمت. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب آقای مجید عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیزم، بفرمایید از کجا زحمت کردین زنگ میزنین؟ خیر شما خوشت؟ الحمدلله الحمدلله. شما ان شاء الله خوش. بفرمایید. بله علی مراد جانم بفرمایید. ببخشید استاد عزیز، هفته گذشته بود فکر میکنم بله درباره نماز و شما گفته بودید که در همین قوما و جلسه در مذهب امام اعظم واجب است، اما ما از آن مشاهده میکنیم که امام ها یعنی چگونه گوییم مثلا تیز و تون، یعنی بعضا وقت نماز رو میخونن همین از رکوع میخیزند و زود به سجده و سجده زود با سجده و ما کاری کرده کم انتظار میشویم و به سجده میرویم. بله. یا اگر اینها در نماز حق واجبی که میکنن نماز ما چی میشد؟ بعد دومین سوال من این بود که این سوال را یک بار تکرار کرده بودم، آیه قرائت بود. بله شما گفتید که باید عالم‌تر شود، ولی وقتی که مثلا شخصانی که در علم قرائت مشکل دارن میشوند نماز اینا ویران میشود، چی میشود؟ اگر همین را توضیح میدادید. بعد در حق من و بعد در حق آقای سلیمانی هم دعا کنید که تا بهبود رمضان زودتر ما از مون اون کس شده. خدا خیرتان بده برادر عزیزم. انشالله که خداوند این فاصله ها را از هم کوتاه کنه و خونت باشه. شماره خودتان را برای ما هم شاید زنگ داده میگفتید یکان یا بعدی برنامه هم فیلم میگفتید بخصوصا شماره شخصی شما را هم بیدارم. انشالله اگر شما قلمتان باشه پیشتان که من
یک نمبر بر شما بتون بعد از صفر در صفر. محاورت ثبت میشه و در فلش ثبت کرده شده. اوکی همین خیلی دیگه در تلویزیون ثبت میکنم. بسیار خوب. همون شماره رو هم که شما اونجا میبینین، اگر بعد از برنامه به این شماره شما زنگ بزنین شما با ما میتونین صحبت بکنین. من خیلی تکرار بکنیم زیرا که من امو هستم، از این خاطر تکرار کردن شما برای من خوبتر است. بسیار خوب. بنویسین 0049 162 162 654 654 17 93 آخرش 93. بله، رحمت کلام در شما. بسیار تشکر، لطف کردین، محبت خدا کردین. فراموش نکنید. انشالله شما هم دعا کنید، شما هم خداوند در پناهش حفظ داشته باشه. خداوند این فاصله های مکانی رو هم دور کنه که یک روز با هم از نزدیک ملاقات کنیم. امیدوار هستم خداوند تمام کارکنای وصال حق در پناه خود داشته باشه، از هر گزند و آفت دنیایی و آخرت در امانش داشته باشه، از شر هر شریر نگاهمان داشته باشه که ما با شما در تماس باشیم و در خدمت عزیزای ما باشیم. بله، ما عرض ما می بود در برنامه دیگه، برنامه رحمت. السلام علیکم. و علیکم بفرمایین خواهر، صدایشتان هم میشنوم، صحبت کنین. من در سوال حق زنگ زدم. بله، در سوال حق شما برنامه رحمت است، بفرمایید. سلام علیکم. خوب هستید؟ الحمدلله. علیکم السلام و رحمت الله. صدایتان شنیده میشه، بفرمایید. خیلی برنامه زیبایتون. یک مادر کلام دارم و قرآن کریم یاد نداره، میگه میتو خدش خواه نمیتو لا اله الا الله و الله اکبر گفته برو، میگه ثواب داره یا گناه داره، چی رقم است؟ سبحان الله. من یادداشت کردم خواهر عزیزم. دیگه هم چیزی میگین؟ خیلی بسیار تشکر از تماستان، خدا حفظتان کنه، لطف کردین. ما در نماز ما همو ارکان و همو اصول و شرایط و چیزایی که در حتی در حرکات نماز هست، اینو اگر مراعات نشوه نماز ما با مشکل روبرو میشه. برادرای عزیز من، برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد خوب هستین؟ خیراتی؟ شکر الحمدلله. بفرمایید، شما از کجا صحبت میکنین؟ ابو یحیی هستم از عربستان سعودی. بفرمایید برادر عزیز ابو یحیی. سوال من این بود استاد، زمین باری بیتری واجی ترابی اینجا 8 رکعت میخوانن یا 10 رکعت ویتر؟ بله. باقیش ما در خانه بخوانیم چی رقم میشه یا همین که 8 رکعت بخوانیم کفایت میکنه؟ بسیار خوب، یادداشت کردم برادر عزیز. تشکر. لطف کردین، زنده باشین. در نماز ما جلسه و قومه، که قومه همون بود که در بعد از رکوع وقت سمع الله لمن حمیده میگیم باید که درست استاده شویم، تمام مفصلای ما جا به جا باشه و در اینجا ما دعا داریم، گپ داریم، این گپا هم باید گفته شوه. ورخطا اگر از رکوع بلند شیم و فوراً بریم، ما و جلسه که واجب بود، واجبه که در نزد احناف از فرض فرق میکنه. به دیگه مذاهب واجب هم فرض تقریبا یک چیز است، ولیکن از نظر حکمش در نزد احناف واجب مرتبه پایینتر از فرض داره. و او خاطر در نماز اگر واجب ترک شود سهوا، سجده سهو میشه، با سجده سهو جبران میشه. اما اگر فرض ترک شود، نماز با سجده سهو نمیشه، باید اعاده شود نماز. به این خاطر فرقی که هست. برنامه رحمت. السلام علیکم. ایره ما به تاسف میگم، میره که ما حال
نه که سهوا از پیش ما ترک میشه، عادتا سهو میشه. اگر او امامی که یا پیش نمازی که متوجه این عملش نیست، اونا باید برن مطالعه کنن، ببینن نمازگزارا در عقبشان با اونا اقتدا میکنن. تنها گناه خودشان نیست، گناه کل جماعت میگیرن. اینا نماز جماعت خراب میکنن. اینا بنامی رحمت. السلام علیکم. تمام دور رحمت خدا بر شما و تمام بینندگان مسلمان سرتاسر جهان. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. خواهر عزیز بفرمایید، صدایتان شنیده میشه. بسیار پروگرام عالی است که قدر شما اینا بسیار شیرینیاش میگین که بیخی همون کرم باشه ان شاء الله که گوش شنوا میشه. خدا کنه، خدا کنه. ان شاء الله که مترس اگر اینا اما قدر که ما کتاب بخونیم درباره نماز مقا فضیلتش اصلا در نمیابیم که از گفتنهای شما ما فضیلت در میآوریم. و همگی من خود یک زن پیر هستم، دیگر کسایی که گوش میکنن بسیار خوشحال میشن. انشالله که پیش میره بخیر. امو توفیق که شما گفتین که الله جلاله نبی به خود دعوت کردن خواستن امروز یک پروگرام یک جالب بگم که هم خنده کنین. بفرمایید. ما است که کلگی در افغانستان گوش لاندی میکنن، دیگه میکنن و انگورایی که از تابستان جمع میکنن. اشرف غنی دعوت کرد از رئیس جمهور منتخب امریکا که بیا به افغانستان سفر کو. یک جالب است، گفتم سعی که هر کس دوست خود سفر میخواید. اشرف غنی دوست خود میخواید، میگه بیا در افغانستان سفر کو، دعوتش میکنه که چی پلان میگی برش. اما الله اصول خدا دعوت میکنه که توفیق گرانترین توفه را به امتش تقدیم کنه که ما را از گناه و ثواب با خبر کنه، ما به جنت بریم. یا الله. که امی الله بزرگ است که این بسیار قصه همقدر در این پروگرام جالب زیبای شما باید یک کل ما یک خندان کنیم که حقیقت هم است. لطف کردین خواهرم. الله اول به صبر توصیه میکنه، یعنی که صبر از نماز که زیادتر گفته، یعنی میگه شما استقامت کنین، با نماز استقامت کنین، نماز بخونین. اما متاسفانه که مردم افغانستان مهاجر شدن از شهر خود، از یک قریه دیگر قریه، از یک شهر دیگر شهر، بالاخره به کشورهای غربی رسیدیم. اما اینجا کاملیم، اما این زمانهای خود فراموش کردیم، اما چیزا فراموش کردیم. نماز را بسیار خودم اول وقتی که دعا میکردم، نماز میخوندم، قدر کمک میشدم. وقتی که در غرب رسیدم دیگه سهولت برام شد که وقتی که زیادتر نماز را ادامه بدم کمتر شد. دیگه پروگرام شما بسیار جالب و زیباست. یک سوالم یک خواهرم دارم، میگه که مادرم مریض است و امی خودش پیش من بسیار خوشحال است، 5-6 اولادای دیگه هم داره. میگم میشه که من مادرم ماش داره، خود ماش داره، از ماش خودشم طلب کنم از برادرایم و پیش خود نگاهش کنم که مادرم بسیار پیش من خوشحال است. اما من گناه نیست که از پولش طلب کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهر عزیز خدا خیرتان بده، خدا در تعداد شما زیاد کنه. خداوند شما میگین ما پیر هستم، دل شما جوان است. خداوند انشاءالله در جمله جوانای بهشتی شما را حشر بکنه. بله، با جلسه که برادر ما از رکوع قومه و جلسه یاد کردن، اینا را ما از عزیزایم خواهش می است که اینا را نکنن، خراب نکنن، نمازشون معیوب نسازن. نمازی که به طرف به بارگاه الهی پیش میشه، این را خراب پیش نکنین، این را اوگار نسازین، این را زخمی نکنین. به او شیخ یا به او امامی که نماز به این شکل میخوانه برن گفته شو برشان، کتابا رو برشان ببرین، نصیحتشان کنین که نکوی کار. و شما وقتی که چون به امام اقتدا میکنین و امام به او عجله و علپتگی میخوانه، بگوین خیلی اگر این قسم میکنیم ما نیاییم به مسجد یا در یک گوشه دیگه با صبر کنیم تو خلاص شدیم ما دوباره نماز بخوانیم، خب این شایسته نیست، با همون شخصیت خود تو بر میخوره. امروز ما تو اگر چیز گفتن نتونستیم، فردا یک وقت میشه که خدا پرسان میکنه. شما خب مسئولیت کل نمازخانه رو میگیرین. همین امامت خب یک کار نیست که یک امتیاز باشه که یک کسی او را بگیره و باز کدام معاش اضافگی برش کسی تعیین بکنه. این یک مسئولیت کلان هست در برابر الله که به نمایندگی همه قدر نفری که پشت سرش است، این با الله صحبت میکنه. اگر او در او صحبت خودش او امانتداری نداشته باشه، کم و کاست پیش کنه، سبحان الله، پیش الله ای جواب میده و سخت مؤاخذه میشه. و قرائت هم همینطور است برادرای عزیز من. نماز اما کسی که امتیاز نماز امامت داره، یکی از اونها اولش همی است که این بسیار وجه درست با تجوید و ترتیل قرآن خوانده بتونه. وقتی که نمیتونه این نکنه، این جرأت پیش نشوه. شما نماز اگر حرفای عربی خو
ما خو در فارسی ما زال و زی و زوی و زاد کلش به زی تلفظ میکنیم، ولی در عربی هر کدام از این شما اگر جایش به مخرج ادا نشه، به ترتیبی که حرف ادا میشه اگر ادا نشه اون معنا تغییر میکنه. شما نماز از قرآن یک چیز دیگه جور میکنین، پیش الله شما مؤاخذه میشین. نکنین این جرأت که شما قرآن یاد نداشته باشین پیش نماز شوین. برنامه رحمت. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الو. بفرمایید، صدایتون شنیده میشه. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادرم. شما از کجا گپ میزنین؟ ما از تاجیکستان زنگ میزنم. یک سوال داشتم استاد. بفرمایید. ابی نماز ویتر واجب افضلترش پس از خفتن یا که پیش از بندو؟ خوش یادداشت کردم. دیگه هم چیزی گفتنی دارین؟ نه. تشکر از تلفن شما، لطف کردین. بله، او خواهر ما که گفتن مادر کلان ما قرآن بلد نیست. خب حالا چقدر وسایل هست. وقتی مادر کلان در خانه باشه حتما نواسه هم در او خانه هستن، پسرها دخترها هستن. شما عزیزای من، شما نور چشمای او مادر کلان هستین. شما برشان چقدر زیاد از حالا در موبایل های شما قرآن هست. امور یک جای آسانش یک تلاوت یک شیخ را که آهسته آهسته تلاوت میکنه امور برشان بشنوانین، اونا امور گوش کنن. امی که گوش میکنن او قرآن خوانده میتونن. اما نماز وقت بخوانن در نماز حال چون سن رفته بالا، این اجتماعی که ما شما در روز زندگی کردیم توجه نشده بوده برای همین دین ما. مردم در غفلت عمرشان سپری شده، قرآن یاد نداشتن، نماز خواندن با شما به امور رقم بوده. امروز این مصیبت که شامل حال کل ما هست همین بی‌اعتنایی بوده در برابر دین ما. خدا از او زمامدارهایی که ملت هایشان به میتور سرنوشت دچار کردن از اونا پرسان میکنه و سخت پرسان میکنه. خب حال شما ایره جبران کنین، بشنوین به مادرک بزرگتان، به مادر کلانتان که قرآن از یک چیزای شیخایی که تلاوت میکنن بخوانن، گوش کنن. قرآن پیش رویشان باشه، اگر از رویش خوانده نمیتونن امی گوش که میکنن امی قرآن شنیدنش هم چقدر فضیلت داره، چقدر اجر داره پیش الله. وقتی که شما آیت قرآن است که شما اگر قرآن خوانده میشه چوب باشید، گوش کنید، شما فلاح میابین، شما رستگار میشین. و تراویح که برادر عزیز ما گفتن که ما در اوجه 8 رکعت میخوانیم در سعودی یا در بعضی کشورهایی که در اوجه مذهبشان حنفی نیست، اونا هم دلایل از خودشان دارن 8 رکعت میخوانن. وترشان تنها متصل، ما یک وتر داریم که متصل هست که 3 رکعت یک جا میخوانن، یک وتر هست که منفصل میخوانن، 2 رکعت اول میخوانن سلام میگردن، باز 1 رکعت را با او ضمیمه میکنن بعد از سلامشان. این چیزا را داخل مناقشه نشه. در اون مسجدی که شما میرین نماز میخوانین، امام هست که ما شما ببینیم میگیم که در اهل سنت و جماعت ما 4 مذهب برحق داریم. در این وقت دلتان هیچ شک نگرده، برین همونجا نمازتان رو بخونین. اگر وقت داشتین که شما میخواستین که 20 رکعت تمام کنین، وترتان نخوانین در اوجه، بیاین در خانه‌تان، برین در اوجه پوره کنین نمازهایتان، بعد از او وترتان رو بخوانین. اما خدای نخواسته در دلتان تو گپا نگرده که اونا صحیح از اونا غلط باشه یا از ما اشتباه یا از ما صحیح از اونا درست نیست. اینطور کارا را گنجایش نداره. او خواهرک که مادرک مریضشانه که معاش هم دارن، اونا را وقتی میخواین پیش خودشان اگر که احسان میکنن از جیبشان خرج میکنن پیش الله، به الله قرض دادن. اگر از مال خود مادرکشان خرج میکنن که اون حلال است، از خودشان است، هیچ کسی در این آزرده نشود. وقتی مادر یک جای میره خودش معاش داشته باشه، دیگران نگوین که مادر ما بردی معاش نبر. مادرکتان است، مادرتان. هر کس مادرش عزت میکنه خدا عزت میکنه. او کسایی که مادرایتون زنده است عزت کنین، مادرایتون خدمت کنین، مادرایتون نور چشمتون بسازین، گل سر سبد خانیتون مادرکایتون باشه. مادرکایتون امروز صبح میرن، اونا رو دعایشان بگیرین که دنیا و آخرتتون روشن باشه.
او برادر عزیزی که گفتن وتر بعد از خفتن بخوانیم یا پیش از نماز فجر بخوانیم، هر دویش اجازه است. شما اگر که میترسین که نماز صبح داخل شوه و شما نتونین پیش از نماز فجر بخیزین، خب بهتر است که وترتان بعد از خفتن پیش از خواب بخوانین. اگر نی مطمئن هستین میتونین پیش از نماز فجر بخیزین، بهتر است که وترتان در آخر نماز شب بخوانین. فضیلتش در همون آخر است. خدا شما را از جمله کسایی بگردانه که نماز حقش ادا کنین و الله نمازتان بپذیره. برنامه رحمت. السلام علیکم. بله عزیزای ما در نماز در آخر نماز ما هستیم که دعا میکنیم. در اینجا هر دعایی که شما یاد دارین دعا کنین. دعایی را خصوصا دعایی که از قرآن باشه. چقدر دعاها در قرآن داریم. در دعاهای معثوره هست که ما در کتاب حدیث پیدا میکنیم. آیات‌های زیاد، دعاهای زیاد که شما حفظ دارین. بله برنامه رحمت. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. از کجا گپ میزنین؟ از تاجیکستان هستم. بفرمایید. عرض سلام ادب دارم خدمت شما و تشکر میکنم که واقعا برنامه خوبی دارید و یکی از رکنهایی که از شهادت نماز میستد واقعا توی شما عبرت انگیز است و چیزهایی که ما از نماز بعض وقت نمیدونستیم شما میفهمید و تشکر زیاد دارم از شما و التماس دعا دارم هر که ما دعا باشید شما را حفظ کند و نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام برادر عزیزم. شما را خدا خیر بده. تشویق میکنید ما را. دعایتان خداوند در حق همه مسلمان ها قبول کنه. خداوند شما را در همون مملکتی که هستین از جمله دعوتگران موفق داشته باشه که وسیله شوین شما برای هدایت و راهنمایی او امت مظلوم تاجیک که سالها زیر یوغ کمونیسم چقدر شکنجه ها شدن و امروز باز یک نظام ظالم دیگه آمده که باز هم با عبادت اونها، با عبادت ملت مظلوم مشغول است، با ریشش مشغول است، با چادر با حجابش مشغول است، با نمازش مسجدها را سرش بسته کرد. اعوذ بالله. اینا بالاخره به پنجه عدالت الهی گرفته میشن. اینا را الله سخت عذابشان میکنه. اگر توبه نکنن، اگر بر نگردن به دامن اسلام، خداوند بالاخره از دماغشان دود بیرون میکنن. اینا اسلاف خودشان یک بار ببینن که با کدام سرنوشت دچار شدن. برنامه ما در حالت پایانی است. 1 دقیقه ماندم. یک تلفن میگیرم. بله سلام علیکم و رحمت الله. رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادرم. بسیار بخشید که استاد گرامی می‌خواستم یک سوال بفرمایید. من میشنوم صداتونه. وقتی 1.5 دقیقه مانده بگین سوالتونه. کوتاه نمازی که می‌خوانیم بعد بسیار بخشید وقتی که نماز می‌خوانیم خود در نماز آدم اشتباه می‌کنه چی می‌کنه؟ همیشه چیزی سلام دور میدیم بدل می‌کنیم یک طرف سلام دور بدیم تا آخر دست یا دو طرف سلام بدیم دوباره بلند شویم یا دوباره تیاتا بخونیم. خدا خیرتان بده. شما یک طرف اگر سلام میتینم اجازه است، اگر دو طرف هم سلام میتین اجازه است. معمولا در جماعت امام یک طرف سلام میته در مذهب حنفی‌ها، در دیگر مذاهب دو طرف هم سلام میتن. برنامه به آخر رسیده. از شما عزیزا خداحافظی میکنم. کسایی را که تلفنش گرفته نتونستم عذر مرا بپذیرن. خداوند عزیز ملت آزاد، امت سربلند نصیب ما کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید.